است که آیا یک دختر در اینترنت به نام دختر حاجی میرزا برآمد میکند، آیا همین حقیقت دارد یا نه؟ نه برادران عزیز، منم دیدم همین خیل به نام ما دختر حاجی میرزا گفته برآمد میکند که وای دختر ما نیست. برادرای عزیز و گرامی، از همه شما من خواهش میکنم مقصد هر کسی که چی برآمده دارین، چی دعوتی دارین، از نامه های خودتان مقصد، زیرا که حاجی میرزا خودش دعوت داره. حاجی میرزا خودش یعنی از عادی ترین، از هر یک حالت بگیم امکانیت را استفاده برده و ما مقصد چیکار کردیم؟ با یک امیدی که در پیشگاه خدای مهربان ثواب بگیریم، اجر بگیریم. بسیاری از دیسک ها را میبینی در بالاش مقصد حاجی میرزا نویسندگی، در درونش دیگر کسی. بسیاری شبکه ها در صورت من ماندگی میکشوش، در درونش دیگر آدم گپ میزنند. برادرای عزیز و گرامی، همین هم فریب یافتیم، همین هم نادرسته. چرا مثال صورت ما در درونش دیگر کس، هر کسی باشد نباشد صورت خودش بگذار، هر کسی باشد نباشد نام خودش بنویس. حتی همون دورهای خطیبی بودن ما بسیاری از برادران رو فریب کردن، از نام ما میرفتن مبلغ میگرفتن، از نام ما میرفتن کاراشون بود میکن، لیکن ما درک نداشتیم. برای همین خواهر کسی هستی نیستی، چی دعوتی داری نداری، خیلی بر نام دختری حاجی میرزا خودت معروف و مشهور نکن. اگر مقصدت از برای خدا باشد، ضرور هم نیست که تو نام تام بگیری، ضرور نیست که مقصد تو خودت هم نشان بدی، میلش دعوت کردن بگیر. ولی خواهرها و برادرای عزیز، یعنی همین صحیفه ای که من برای شما گفتم که همین صحیفه نور تیوی، ما همین صحیفه ایم، من از جانب همین صحیفه پیدا کردم باشد، از همین نام مقصد استفاده میبرند. برای همین عینیگاه شریعت هم این درست نیست وقتی که من خودم آگاهی هم ندارم یا من میتونم